این آب رو به کرات استفاده کردم، میدونم که خیلی سبکه، خیلی هضمش راحته و ولی دوست دارم شما برای ما بگین که این اسیدی بودن بدن و کاری که این آب توی بدن انجام میده، چون من میدونم شما تحقیقات رو بسیار زیادی در این زمینه کردین و خیلی خوندین. یه ذره از این اطلاعات لطفا با ما شیر کنید. چشم، حتما. چقدر من خوشحالم که شما این سوال رو کردید. بعد که من برای دستگاه مقدار مختصری میگم. من خب دستگاه واقعا یک ابزار هست، یه ابزاری هست که به ما کمک میکنه یه چیزایی رو برای سلامتیمون به دست بیاریم. بیماری ها معمولا در محیط های اسیدی به وجود میاد. میکروب ها، ویروس ها، باکتری ها همه در محیط اسیدی رشد میکنن. زمانی که محیط قلیایی هست اینها به هیچ وجه نمیتونن رشد بکنن و از بین میرن، و یا اینکه اگر این ضایعات از بدن خارج نشه میمونه، باعث حتی تومور میشه، باعث سرطان میشه و باعث خیلی مریضی های دیگه. و اینها به این دلیل میگن که بدن قلیایی درش مرض به وجود نمیاد. آقای دکتر برودی حتی به طور خیلی قاطع میگه، یعنی حتی نمیگه 99%، میگه 100% بیماری ها در بدن اسیدی به وجود میاد. همه این بیماری ها وجه مشترکشون بدن اسیدی هست. ما امروزه 12,000 بیماری داریم، یعنی اسمهای مختلف هست، اما پایه مشترک تمام اینها بدنهای اسیدی هست. خیلی ممنون که تشریف آوردین. دیروز روز شکرگزاری بود، ما هم یه شکرگزاری بکنیم از وجود شما و تمام کسانی که عزیزانمون، پدران و مادران، چه هستن چه نباشن و رفته باشن، بچه های عزیز، تمام کسانی که باعث تپش قلب ما میشن و باعث آرامش قلب ما. الهی آمین. الهی آمین. و حال آقای وحید خان، ما به رسم این هاف آور نیم ساعت با شما دوست داریم صحبت کنیم، خودتون رو بشناسیم و کاری که میکنید و خدمتی که به جامعه میکنید رو دوست داریم که از شما بشنویم. فقط ما یه ذره قدیمتر شروع میکنیم، یعنی از زمان خیلی کوتاه، از زمان دبستانتون بزنین بیاید تا الان و اینکه الان چیکار میکنین. کار هم عالی، بذارید ببینم. ما میخوایم یه زندگی نامه از شما بگیریم. خیلی هم خوب آقای آریان. چشم، اجازه بدید ببینم این مموری و حافظه چقدر کمک میکنه. چقدر کنگن واتر باعث رشد، چی میگن، تقویت حافظه میشه. بله اون هم هست. من اول از همه میخوام از شما خیلی تشکر کنم که من دادید اینجا در خدمتتون باشم، این گفتگو رو داشته باشم. بعد از اون میخوام خدمت تمام کسانی که اینجا هستن سلام عرض کنم. خیلی ممنون از وقتی که میذارید و اینجا هستید و در این گفتگو شرکت میکنید. عرضم به حضورتون آقای آریان، من خودم متولد مشهد هستم. وقتی به قصه برمیگردم، در اون زمان پدر من رئیس فرهنگ بودن و خب جاهای مختلفی ما میرفتیم. دبستان من در جایی به نام طبس بود که در اونجا چند سال اول دبستان بود و بعد هم باز در اصفهان بودم مدتی و بعد از اون برگشتیم ما به مشهد و خب این از اونجا هست. و بعد من حدود شاید نزدیک به 40 سال هست که از ایران خارج شدم. به مدت 5 تا 6 سال در اروپا در کشور دانمارک زندگی می کردم و از سال 91 هم به آمریکا اومدم و از همون موقع مقیم اورنج کانتی هستم که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تقریبا 33 سال هست. 30 اندی هست که خب خیلی سریع گذشت و ما هم مثل بقیه هموطنا اومدیم اینجا و همینطور که هر کسی بالاخره راه خودش رو پیدا کرد و دوباره زندگی تازه تشکیل داد، من هم به همینطور راه‌های مختلفی بود و بک‌گراند کاری من خب بیشتر بیزینس هست. من همیشه در کار بیزینس بودم. تحصیلاتم کامپیوتر ساینس هست و خب دیگه زندگی رو اینجا ادامه دادیم و تقریبا اینجا میشه گفت
خونه دوم ما هست. بیشتر من فکر کنم بیشتر عمرم رو اینجا بودم تا در ایران. درسته. بسیار عالی. بعد شما 5 سال پیش فکر کنم 2019 با کنگن واتر آشنا شدین. بله دقیقا درسته. ما یکی از دوستان خانوم من، جالب هست که برای ایشون رفته بوده یک دمویی که میذاریم ما معمولا برای معرفی این آب، که یه مقدار اطلاعاتی بگیره که به خانوم من این آب رو معرفی بکنه. خیلی جالب است. خودش با دیدن این دمو دستگاه رو میخره و شروع میکنه به استفاده کردن از این آب، و بعد این آب رو به خانوم من معرفی کرد که با خانوم من بعد صحبتی که کردیم، و حقیقتش من اول خیلی و برام چیز نبود، گفتم نه احتمالاً آبه و فرقی نمیکنه، ولی ایشون خب پافشاری کرد، گفت نه من این دستگاه رو میخوام بگیرم و این آب میگن خیلی خواص خوبی داره، یعنی برای سلامتی بدن خوب هست. و بالاخره با اصرار ایشون ما این دستگاه رو گرفتیم و من خیلی خوشحال هستم که ایشون پافشاری کرد و به حرف من گوش نکرد، وگرنه ما هنوز هم داشتیم از این آبهای بیرون، از این آبهای باطل و اینهایی که معمولا همشون اسیدی هستن میخوردیم. و از اون موقع بود که بعد از 3 ماه هم که این آب رو خوردیم، به قدری چیزهای مختلف و چیزهای خوبی در بدنمون اتفاق افتاد که خودمون تصمیم گرفتیم که خودمون هم فعالیت کنیم و این آب رو معرفی کنیم. و به این ترتیب بود که در سال 2019 اواخر 2019 ما در بیزینس میتینگ های در شرکت انرژیک شرکت کردیم و از سال حدود فکر کنم اوایل 2020 بود که رسما این کار رو آغاز کردیم. فوق العاده خوشحال هستیم، فوق العاده راضی هستیم. شاید حدود 200 نفر از طریق ما با این دستگاه آشنا شدن، این دستگاه رو گرفتن و با هر کدوم ما صحبت میکنیم همیشه از ما تشکر میکنن. من در مورد اسیدی بودن بدن من خیلی میگم بازم خوشحالم شما این سوالو کردید. یه مقداری اینفورمیشن یا اطلاعاتی که بیرون هست یک کمی صحیح نیست و یا خیلی به طور سطحی راجع به این صحبت میکنم. من با اجازت چند دقیقه این رو یک کمی سعی میکنم حتما بدم، چون واقعا دلم میخواد مردم بدونن. من اینا مرجعی که میگید همین که گفتی داره مطالعات زیادی کردم بعد خوردن این آب و همینطور در ضمن مطالعاتی که میکردم به کتاب‌های برخورد کردم. بعداً از چند تا از دکترهای هستن که آقای تودور برودی هست، کتابی داره به نام Alkalize or Die، یا اگر ترجمه بخوام بکنم قلیایی شو یا بمیر. و ایشون 15 سال از زندگیشو صرف همین اسیدی و قلیایی بودن بدن کرده. آقای دیگه دکتر دیگه هست به نام دکتر گایتون که ایشون هنوزم تکست بوک ریفرنسش اصلا تکست بوک تمام مدیکال اسکول دانشکده‌های پزشکی هست که راجع به بدنشناسی، تنشناسی. ایشون هم یکی از جملاتش اینه اولین قدم برای حفظ سلامتی یا به دست آوردن سلامتی بدن قلیایی کردن بدن هست. حالا اینا چرا این رو میگن؟ برای اینکه در محیطی که همونطور که میدونید در روز بدن میلیون ها سلول در بدن از بین میره، دوباره سلول های جدید درست میشه و این سلول ها زمانی که میمیره دفن میشه، یا سلول ها زمانی که داره ترمیم میشه یا مواد ضایعی داره که این مواد ضایع باید از این سیستم بدن ما بیاد بیرون. زمانی که بدن شما قلیایی نیست و اسیدی این اتفاق نمیفته. این اتفاق که نمیفته اولا اگر از بیرون ویروس یا باکتری بیاد رشد میکنه، شما رو مریض میکنه. حالا من اگه بخوام اینو یه مقداری باز بشکافم، حالا ما این خب اسیدی رو اولا کجای بدن ما اسیدی میشه؟ یعنی چی اسیدی میشه؟ خب یعنی چی؟ چشم من اسیدی میشه، معده من اسیدی میشه، کجاست؟ اینو من خیلی بیرون اتفاقا وقتی این کارو میکنیم خیلی هم میپرسن که خب معده ما اسیدی است. اولا معده ما اسیدی نیست. معده ما زمانی که غذا میخوریم غددی که در معده هستن اسید ترشح میکنن که اون قبل از هضم انجام بشه بتونه غذا هضم بشه. اما خب یه سری از قسمت‌های بدن ما واقعا اسیدی هستن و قرار نیست اینا قلیایی بشن.
اما اوورال بدن ما قلیایی هست، از جمله خون ما هست 7/365. یعنی اگر توجه کنید قدری قلیایی هست، نه خیلی قلیایی اما قدری قلیایی هست. و اگر این خون از این بیاد پایین‌تر و اسیدی بشه، ما حتی زنده نمی‌مونیم، کاملا میتونه ما رو از پا در بیاره. حالا این که ما میگیم بدن اسیدی میشه یعنی چی؟ ببینید تا سال 2018 بدن رو میگفتن 78 عضو داره و بزرگترین عضو بدن پوست ما شناخته شده. در سال 2018 یک عضو دیگه به بدن اضافه شد به نام اینتراستودیوم، یا به فارسی من بخوام بگم، بهترین جوری که میتونم بگم، بافت بین سلول هاست. و این بافت بین سلول ها سر تا سر بدن ما رو گرفته و به حالت یک جل مانند هست و بزرگترین عضو بدن ما حالا این اینتراستودیوم شناخته شده. این جل همونطور که گفتم سر تا سر بدن ما هست. سلولای ما هرچی ضایعاتی که دارن میفرستن به این قسمت، به این جل، بعد از طریق سیستم لنفاوی اینا از بدن ما دفع میشه. شما زمانی که بدن اسیدی میشه، وقتی ما میگیم اسیدی میشه، منظورمون این هست که این اینتراستودیوم و یا این بافتی که میگیم این داره اسیدی میشه. این وقتی اسیدی میشه فوق العاده خطرناک است، باعث انواع و اقسام بیماری ها میشه و همونطور که گفتم حتی میتونه بیماری‌های مثل سرطان باشه. و یا دکتر سوئدی هست که ایشون مثلا میگه سرطان در جای قلیایی نمیتونه بمونه، محیط قلیایی باشه، اکسیژن زیاد شما بهش بدید از بین میره. و ما خب دوستانی داریم که از این آب دارن استفاده میکنن. من حتی چند نفر خاطرم میاد که بین 14 تا 15 سال هست که با این بیماری درگیر هستن و با خوردن این آب تقریبا رشد این رو کاملا متوقف کردن در بدنشون. یکی دیگه از چیزهایی که من خیلی میشنوم از دوستان وقتی راجع به این صحبت میشه، میگن که بدن خودش رو قلیایی میکنه و کاملا حرفشون درست است. بدن در روز تقریبا من میتونم بگم 24 ساعته داره کار میکنه که بدن رو قلیایی نگه داره. چطور اینا قلیایی نگه میداره؟ کلیه های شما 250 گرم در روز بیکربنات سدیم، بیکربنات ترشح میکنه که یه ماده هست که کمک میکنه بدن قلیایی بمونه. مغز ما در روز حدود نیم لیتر موادی تولید میکنه که بدن ما رو قلیایی نگه داره. لوزالمعده ما 3 لیتر مواد همین بیکربنات ترشح میکنه که بدن ما رو قلیایی نگه داره. در حال حاضر متاسفانه در زندگی‌های روزمره، به خصوص در زندگی‌های غربی، اتفاق میفته به خاطر چند چیز بدنها فوق‌العاده اسیدی میشه. یکی استفاده از شکر هست. شکر که شما اگر دقت کنید به خصوص در آمریکا در همه چی شکر هست. یعنی شما بخواید چه نخواید دارید شکر میخورید. گوشت قرمز هست، بدن رو اسیدی میکنه. پلوشن هست، بدن رو اسیدی میکنه. باتل های آبی که ما میخوریم بدن رو اسیدی میکنه. نوشابه هایی که میخوریم به خاطر همون شکری که گفتم دوباره بدن اسیدی میکنه. و یکی دیگه مهمتر از همه استرس بدن رو فوق العاده اسیدی میکنه. وقتی شما بدنتون به این شدت اسیدی میشه، بدن از عهده این کار بر نمیاد. لوزالمعده شما داره خودکشی میکنه که بدنتون قلیایی نگه داره. نه تنها نمیتونه و بدن اسیدی میشه، اتفاق دیگه ای که میفته لوزالمعده که دیگه از کاراش ترشح انسولین هست و وقتی این نمیتونه انسولین درست بکنش، مردم بیماری قند پیدا میکنن. و خب باعث تعجب نیست که در هر 10 ثانیه یه نفر داره از بیماری قند میمیره و 2 نفر مبتلا میشن به بیماری قند. یا یکی دیگه از چیزهایی که میبینید آمار امراضی مثل سرطان که فوق العاده و شدیداً داره زیاد. همه اینها بنا به گفته
این آقای دکتر برودی، همینطور دکتر گایتن، دکتر دیگه از رابرت یونگ، اینا میگن خطر مهمی که انسان امروز رو داره تهدید میکنه اسیدی بودن بدنشه.